به نام خدا. سلام شاگردای بسیار نازنین، همتان خوب و صحتمند و سالم هستید؟ بله. همه که به خیر آمده به صنف؟ بله استاد. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه ما در مضمون فیزیک صنف هفتم. ما امروز به ادامه درس‌های قبلی خود یک درس جدید، یک درس بسیار مهم و اولین درس از فصل دوم کتاب فیزیک صنف هفتم را می‌خوانیم. از همه شما می‌خوایم که این فصل را از همین شروع به دقت و بسیار متوجه باشین، نکات مهم درس را یادداشت بگیرین، قلم و کتابچه تان را حاضر پیش خود داشته باشین و اگر در هر قسمت درس براتون سوال ایجاد میشه همون لحظه از من بپرسین. شاگردای بسیار نازنین، ما در درس‌های قبلی در مورد اندازه‌گیری، واحدات اندازه‌گیری، صحت یک اندازه‌گیری، دقت در اندازه‌گیری خواندیم. فهمیدیم که در سیستم بین المللی بعضی واحدات وجود داره که در سراسر جهان کمیت‌های مختلف توسط اونا به شکل یکسان اندازه گیری میشه. واحد طول در سیستم بین المللی متر هست، واحد کتله در سیستم بین المللی کیلوگرم هست، واحد زمان در سیستم بین المللی ثانیه می باشه و همین قسم بعضی از واحدات و کمیت های اساسی و فرعی دیگه هم وجود داره که در صنف های بعدی با اون آشنا میشین. با دقت در اندازه‌گیری آشنا شدیم، فهمیدیم کوچکترین مقداری را که یک جسم میتونه اندازه‌گیری کنه یا یک وسیله اندازه‌گیری میتونه اندازه‌گیری کنه عبارت از دقت اندازه‌گیری می باشه. زمانی که شما یک خطکش پیشتان دارین و خطکشتان میتونه سانتی متر و متر را اندازه‌گیری کنه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای بسیار نازنین، در درس امروز ما و در فصل دوم ما با قوه شروع میکنیم. عنوان درس امروز ما عبارت از چی هست؟ قوه هست. این درستان شامل صفحه 17 الی 19 کتاب فیزیکتان هست. بیاین با هم دیگه بفهمیم قوه چی هست. به شکل کلی اهداف ما در این درس این است که بفهمیم قوه چی هست، با واحد قوه آشنا شویم و بفهمیم که قوه سبب چی میشه یا تأثیرات قوه چی هست. بیاین در ختم این درس به اهداف خود برسیم. قوه عبارت است عاملی هست که جسم ساکن را متحرک و جسم متحرک را ساکن میسازه. قوه باعث تغییر شکل و تغییر جهت اجسام میشه. باعث تغییر سرعت، زیاد شدن سرعت و کاهش سرعت در اجسام میشه. قوه به شکل تیله کردن، کش کردن، بالا کردن، پایین کردن میتونه بالای اجسام اعمال شود. شاگردای بسیار نازنین، دوباره براتون میگم، قوه عبارت از عاملی هست که جسم ساکن را متحرک میسازه. بیاین به این شکلی که براتون نشان میدم خوب متوجه شوین. قسمی که شما در این شکل میبینید یک فوتبالیست را میبینید که با پای خود به یک توپ ضربه میزنه و توپ را شوت میکنه. چی میکنه؟ در حقیقت بالای توپ یک قوه وارد میکنه. توپ در حالت سکون یا ساکن بودن قرار داره یا بی حرکت هست. زمانی که همین فوتبالیست به توپ ضربه وارد میکنه در حقیقت بالای توپ قوه وارد کرده و باعث چی میشه؟ باعث حرکت توپ میشه یا باعث شوت شدن توپ میشه. و ما از چی میفهمیم؟ میفهمیم که قوه است که باعث به حرکت آمدن جسم ساکن میشه. پس گفتیم قوه جسم ساکن را میتونه متحرک بسازه. حالا در مقابل شوت این فوتبالیست اگر یک فوتبالیست دیگه قرار داشته باشه و توپ به او برخورد کنه، او میتونه توسط پای خود، دست خود، مثلا دروازه‌بان یک مسابقه فوتبال میتونه این توپ را با دست خود بگیره و جسم متحرک را ساکن کنه. البته بالای توپ چی میکنه؟ یک مقدار قوه وارد میکنه و در نتیجه باعث میشه جسم متحرک یا توپ متحرک ساکن شود. این دو مسئله را آشنا شدیم که قوه میتونه جسم ساکن را متحرک بسازه، همین قسمی که یک فوتبالیست توپ را شوت میکنه، یا جسم متحرک را ساکن بسازه، همون قسمی که یک دروازه‌بان میتونه که چی کنه؟ میتونه توپ را بگیره در دستای خود و جسم یا توپ متحرک را ساکن بسازه. کار دیگه که قوه میتونه انجام بده، قوه میتونه عاملی باشه که باعث تغییر شکل در اجسام شود. مثلا مثال اگر شما یک میله فلزی نسبتاً باریک داشته باشین، بالای میله فلزی کمی قوه وارد کنید، میبینید که شکلش را تغییر دادن میتونید. یعنی شکلی که براتون نشان میدم خوب
متوجه باشین. خوب به دقت ببینید به این شکل، همین قسمت که شما در این شکل میبینید، یک فرد بالا یک میله فلزی قوه وارد میکنه و در نتیجه قوه‌ای که بر دو انجام میله وارد میکنه باعث خم شدن و قاط شدن میله میشه. در شکل اصلی میله تغییر وارد میشه. مسئله دیگه که وجود داره است که قوه باعث افزایش سرعت در اجسام میشه. مثلا یک توپ با یک سرعت نسبتا ثابت به شما میآید و شما بالای او قوه بیشتر وارد میکنید، سرعت توپ بیشتر میشه. در نتیجه قوه است که باعث افزایش سرعت یا کاهش سرعت اجسام میشه. وقتی که شما یک گلوله فلزی داشته باشید و این گلوله فلزی را بالای یک سطح به حرکت بیارین، زمانی که قوه بیشتر وارد کنید سرعت این گلوله فلزی بیشتر میشه و سریعتر میتونه حرکت کنه. زمانی که یک مقدار قوه کمتر وارد کنید سرعت همین گلوله فلزی نسبت به سرعت قبلی، یعنی در حالتی که قوه بیشتر وارد کرده بودین، حالا که قوه کم وارد میکنید سرعتش کمتر میباشه. پس فهمیدیم قوه میتونه جسم ساکن را متحرک، جسم متحرک را ساکن، باعث تغییر شکل و همچنان تغییرات در سرعت اجسام شود، باعث افزایش سرعت و کاهش سرعت در اجسام شود. یک مسئله بسیار مهمی هم که در این قسمت وجود داره این است که قوه میتونه باعث تغییر جهت در اجسام شود. از همه مهمتر این که شما باید بفهمین قوه یک کمیت وکتوری هست. هدفم از کمیت وکتوری چی است؟ هدفم از کمیت وکتوری است که بر علاوه که مقدار قوه مهم است که ما بفهمیم، جهت قوه هم بسیار مهم است که دانسته شود. شاگردای عزیز، در قوه بر علاوه مقدارش جهتش هم مهم است. و همین قسم یک مسئله دیگه که باید بفهمین این است که قوه میتونه باعث تغییر جهت در اجسام شود. زمانی که یک توپ به سمت شما پرتاب میشه جهتش به سمت شما هست، شما توپ را میتونید بگیرین و بالاش قوه وارد کنید دوباره به سمت مخالف یا به جهت مخالف را پرتاب کنید. در نتیجه قوه باعث تغییر جهت در اجسام میشه. مسئله دیگه ای که در قوه وجود داره واحد قوه هست. واحد قوه به شکل عمومی توسط یک فردی به نام ایساک نیوتن کشف شد یا ایجاد شد و به همین خاطر واحد قوه را به نام همین دانشمند یعنی نیوتن نامگذاری کردند. واحد قوه که نیوتن هست توسط حرف N بزرگ انگلیسی نشان داده میشه و قوه داره اثرات مختلف بالای اجسام می باشه. و طور مثال زمانی که یک پرنده یک کرم را از روی زمین بلند میکنه به مقدار 0.1 نیوتن قوه بالای همون کرم وارد میکنه تا که او را توسط منقار یا نول خود بلند کنه. در حالت دومی زمانی که مثلا شما یک سیب را بالای دستان قرار میتین، در حقیقت یک مقدار قوه را بالای دست خود احساس میکنید که همین قوه سیب هست که بالای دستتان وارد میشه. قوه‌ای که به خاطر نگه داشتن سیب در کف دستتان شما تحمل میکنید 1 نیوتن هست. شاگردای عزیز، در زندگی روزمره ما در حالات و شرایط مختلف بالای اجسام مختلف قوه‌هایی به مقدارهای مختلف وارد میکنیم تا اجسام را از حالت سکون به حالت تحرک، از حالت تحرک به حالت ساکن شدن یا توقف و همین قسم باعث تغییر شکل اجسام، باعث تغییر جهت اجسام، باعث تغییر در سرعت اجسام، افزایش سرعت اجسام، کاهش سرعت اجسام توسط همین قوه شویم. فعلا در این درس شما همه قدر بفهمین قوه هایی که در حالات مختلف اندازه گیری میشه یا واحد اندازه گیری قوه عبارت از نیوتن می باشه و در حالات شرایط مختلفی که ما اجسامی با قوه کمتر از 1 نیوتن داریم معمولا قوهشان را توسط داین اندازه گیری میکنیم. شاگردای بسیار نازنین، تا این قسمت درس کسی سوالی نداره؟ همگی درس را یاد گرفتن؟ مرسل جان سوال داری؟ بپرس سوالت را. استاد واحد قوه چیست؟ بسیار عالی. مرسل جان میگه استاد یک بار دیگه اثرات قوه را به ما بگو. مرسل جان خوب متوجه باش. قوه در زندگی روزمره ما اثرات مختلفی داره. قوه باعث تغییر شکل اجسام میشه، قوه باعث افزایش سرعت در اجسام میشه، باعث کاهش سرعت در اجسام میشه. قوه میتونه جسم ساکن را متحرک بسازه، همون قسمی که فوتبالیست با توپ ضربه میزنه، یا جسم متحرک را ساکن بسازه، همون قسمی که یک دروازه‌بان توپ را میگیره. و یا میتونه باعث تغییر جهت در قوه شود. تغییر جهت در قوه یعنی ای که وقتی بالای یک جسم قوه وارد میکنی میتونی که جهتش را تغییر بدی.
ما امروز اولین درس از فصل دوم مضمون فیزیک را خواندیم، فهمیدیم قوه چی هست. قوه یک عامل هست که جسم ساکن را جسم متحرک را ساکن می سازه. باعث تغییر شکل، تغییر سرعت، تغییر جهت در اجسام میشه. شاگرد بسیار نازنین، امیدوارم درس امروز را یاد گرفته باشین. درس را در خانه تکرار کنید. و قبل از اینکه درس امروز را تمام کنم 3 سوال را به حیث کارخانگی دارم. سوال اول شما است که در کتابچه هایتان قوه را تعریف میکنید. قوه چیست؟ سوال دومی است که واحد قوه را در کتابچه هایتان نوشته میکنید. سوال سوم است که اثرات قوه را میگین چی هست و برایشان مثال ذکر میکنید. روز بعدی کارخانگی را به صنف بیارید و من کارخانگی همه شما را میبینم. سوالایتان را اگر در خانه برتان ایجاد میشه روز بعدی از ما بپرسین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.